زندانی بودن اون انرژی مردانه و اون آنیموس بود که زن امروز انقدر قدرت پیدا کرد. ما چیکار کنن که در عین حال که اون زنونگی، اون بعد آفرودیت که اونا خیلی قشنگه، اونو داشته باشن، اون بعد مردونگی، فعال بودن تو جامعه که برای جنسیت و جنسیت زدگی طرف بتونه کار کنه، فعالیت کنه، اصلا پول در بیاره، همون خیلی احساس خوبی میده به یه زن. چجوری اینا با هم دیگه بالانسشو بشه برقرار کرد؟ منظره حالا روانشناسی یونگ ما یه سری نمادها و آرکتایپ‌هایی داریم که در وجود هممون هست، یعنی ما یه دنیا نماد تو وجودمون هستش. هر دوره جامعه یه سری از این نمادها رو از حالت بالقوگی بالفعل میکنه. هر چقدر این است اومد به الان نزدیکتر شد، اون آمازون، اون حالت جنگجویی، اون حالتی که تو مثل یک مرد بتونی از عهده خودت بردی، اون ذهنیت این که زن داره لطف میکنه، یه کار اضافه میکنه، بیشتر وظیفش همون مادری و همسری و خانه‌داری است. هنوز ما میگیم واژه خانه‌دار، یعنی برای کار زن ارزش قائل نمیشیم و زنم باورش شده بود، زن سنتی، که بیهوده است. بدونی که شما زمانی میتونی یه زندگی موجهی داشته باشید، زمانی میتونی شما برسی به اون به اصطلاح سعادت و خوشبختی که اول تعادل رو در وجود خودت ایجاد کنی. یعنی اگر که یک زنی بخش زنانه خودش فقط این نیست که زنانگیشو در مقابل جنس مخالف، هنر، وقتی که شما میری تو ساحت هنر، شعر، اون نرمی، اون ملایمت، سکوت، آرامش، مشاهده. من خودم یه وقتایی صدای خودم رو میشنوم که آروم آروم، یعنی ناخودآگاه انگار که باید سبقت بگیری، بدونی، حرفتو بزنی. چرا یه زن نباید بتونه آواز بخونه تو خونه؟ نباید بتونه فضای اوقات فراغتش رو زیبا کنه، برقصه؟ چرا نباید یک فضای دلپذیری ایجاد کنه که خانواده پناه بده؟ یه نورمال، ولی بپردازیم. زیادی مادریم، زیادی داریم بیرون کار میکنیم، زیادی نقش معشوقه و زنانگی رو داریم، یا زیادی منفعلیم و زنیم. اون قسمت‌های نداشته خودمون و بالقوه خودمون رو بیاریم بیرون و بارورش کنیم.